و اما شما شاهد هستین که بعضی موقع در برخی موارد ممکن همین رادیکالیسم یا همین افراطیگری دینی به ضرر آمریکا هم تمام شود. حادثه 11 سپتامبر همه به یادش است. ببینید بحران‌های قابل مدیریت در کل به سود کشورهای بزرگ است. مادامی که این کشورها توانایی مدیریت کردن بحران را داشته باشند، بر اونا خیلی زیاد اهمیت نداره که مثلا نیم جامعه افغانستان همین لحظه زندانی هستند در خانه هایشان، از فعالیت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حذف شدن و مسئله حقوق بشر در افغانستان یک مسئله حاد هست. حقوق اقلیت‌ها، حقوق دگراندیش‌ها، حقوق کسانی که مسلمان نیستند، سیک و هندو افغانستان، اینها در نظر گرفته نمیشن. اما این چیزها برای امریکا یک دردسر کلان نیست و طالب‌ها به یگانه وعده که وفادار ماندند. ما شاهد هستیم اینا وقتی که مذاکره می‌کردند با دولت پیشین، با خلیلزاد، با ایالات متحده، وعده های فراوانی داده بودند در زمینه رعایت حقوق زن، در زمینه اجازه دادن و مشارکت ملی و یه حرفا. اما یگانه وعده را که اونا واقعا به صورت متعهدانه بهش وفادار ماندن، حمله نکردن به منافع امریکا، چه در امریکا و چه در منطقه است. این کار را نکردن و امریکا از طالبان چیز بیشتر است همین نمیخواه که یک افراطگری دینی را از طریق طالبها به آسیای مرکزی و غرب چین گسترش بدن. تمام این کارها تصادفی صورت نمیگیرد. امریکا امکان وضع محدودیت بیشتر را بر طالب داره؟ بله داره. امکان اعمال فشار بر طالب را داره؟ بله داره. امریکا تانست کشور قدرتمند مثل شوروی رو به زانو در بیاره در دهه 80 و اوایل 90. طالب که چیزی نیست. اما از این اهرم‌های فشار خود آمریکا استفاده نمیکنه. به چه دلیل؟ چون زینف هست در گسترش رادیکالیسم اسلامی، اسلام رادیکال در منطقه و به این ترتیب گسترش ساحه نفوذ خود در منطقه که افغانستان هم متاسفانه واقع است. پس این صحبت‌های آقای ترامپ چه پیامی داره در حال حاضر و چه پیامی میتونه به طالبان داشته باشه؟ خب ترامپ به خاطر جلب توجه ذهنیت عامه، به خاطر اینکه وعده‌های کلان سپرده به مردم آمریکا و مسلم هست که از پس او وعده‌ها بر نمی‌آید، نیازمند مشغول ساختن ذهنیت عامه با مسائل مانند این هست. تصور من این هست که به نحوی از آنها این تعامل ادامه خواهد داشت با طالب‌ها، ولی مسلم هم هست که ترامپ مشروط خواهد ساخت این تعامل خود را با طالب‌ها تا از حیوانیتی که امروز طالب‌ها به نمایش می‌گذارند، از درنده خویی که این رژیم به نمایش می‌گذاره، یک مقدار کاسته شود. و همینطور که برخی از منتقدان طالبان در واقع به ترامپ چشم دوخته بودند که گویا با بازگشت به کاخ سفید به نوعی تغییرات در افغانستان خواهد آمد و تعزیرات علیه طالبان وضع خواهد شد. پس اینها پیشبینی‌های در واقع اشتباه بوده. ببینین، در صورتی که گزینه بدیل برای طالب وجود داشته باشه، ببینین در دهه 70 هم وقت کودتای ثور صورت گرفت، بدیل سنگین وجود نداشت. اما با برکت جهادی که آمریکا حمایت کرد و بدون این حمایت مسلم است که جهاد وجود نمیتونست داشته باشه، این گزینه به وجود آمد. یعنی این بدیل پیدا شد. این که چرا اون بدیل سرپا نایستاد، باز هم برمیگرده به این که آمریکای پس از فروپاشی طالب نگاه دیگرگونی داشت به مسائل افغانستان.